سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. این بازی پامپ مال صرافی والکسه. با این لینکی که پایین ویدیو گذاشتم بزن رو شماره تلفنتو وارد بکن، 5 تا تیکت به شما میده. شما میتونی با این تیکت اینجا بازی بکنی، بازی فردی. حالا بازی گروهی هم داره ولی خب همین فردی رو شما بزن. تیکتاتو میتونی شانسه، میتونی نقد بکنی، مثل شانسه برای شیر یا خط انداختنه. اگه برای مثال شیر بیاد شما برنده میشی. من زدم الان بالا میره. اگه موقعی که قیمت بسته میشه توی این تایمر این بالا از این خطی که من وارد شدم باشه، این مقدار دلار میتونم در بیارم. فقط با چی؟ با همون تیکه. من برداشت سرمایه بیشتر بازی نمیکنم. اگه شما دوباره بخوای بازی بکنی، قدرت ریسک پذیریت بالاتر باشه، میتونی اینو افزایش بدی و پشت سر هم بازی بکنی، مثل اون بازی سوال جوابه که هر لحظه میتونه بیرون بکشه. این اگه ادامه بدی تا انقدر، مثلا 30 و خوردی بار پشت سر هم شیر یا خط بندازی، هر بار همون خالی که شما گفتی در بیاد، آخرش به 100,000 تتر میتونی برسی. ولی خب با هر فردی که با لینک شما وارد این برنامه بشه، به شما 25 تا تیکت میده که میتونی 25 بار اینو تلاش بکنی. موجودی من الان بعد حساب برداشت شده، خودش متصل به کیف پول والکس هست. میتونم از همینجا بزنم بره وارد صرافی بشه، هر چقدر که الان کمه، ولی چیزیه که بالاخره شما به دست آوردی و میتونی الان همین 12,000 تومنه. با تجربه چیزی که من نگاه کردم از کارسود این سودش خیلی بهتره، با وجود که اونم صرافی نیست دیگه، سایته. حالا اگه شما دارین اونو، فکر می‌کنم آشنایت دارین، اینم یه کسب درآمدیه که به هر حال شما میتونی نه به عنوان کار اصلی، به عنوان یه بازی بهش نگاه بکنی و هر چقدر کم با یه بازی بتونی یه سری توکن برای خودت جمع بکنی، حالا چه دلار باشه، چه هر توکنی باشه، چه حتی تومن باشه. موفق و پیروز باشی.